دلشون خبر ندارم گرفتارم راهی به جایی ندارم دیگه آقا گرفتارم شما خیلی مهربونی آقا امروز جون عمه جانت یه نگاه به دل این مردم بیانداز من از دلشون خبر ندارم اما میدونم همه با حاجت اومدن یکی میگه برای مریضم دعا کن شبون دکترها جوابش کرده یکی میگه اولاد ندارم کجا من در خونم یسفر هیئت علی اصفر شهر کرمان و باقی از دیار آج قاسم سلیمانی اومدیم آقا گرفتارم راهی به جایی ندارم دیگه آقا گرفتارم راهی به جایی ندارم نده دلم رو میدونی دوست دمایی ندارم نده دلم رو میدونی دوست دمایی ندارم نمود آخور میدونن که زامن آهو شدی نمود آخور میدونن که زامن آهو شدی تو جواب کرده ما رو امید و آرزو شدی تو جواب کرده ما رو امید و آرزو شدی یا مولا به من نگاه کن یا مولا یا مولا به من نگاه کن حرف بزنی امو میذارم من بابامو ببوسم این شهید میگه گفتم آره خم شد پرچمی که روی تابوت پدرش بود رو میبوسید همه میدیدن این دختر خانم داره پرچم رو میبوسه اما اون به دل خودش داشت باباش رو میبوسید بعدم نشست با باباش حرف زد بابا نگاه کن بابا این درختری که میبینید اینه های قرمز میشه اینا بابا سیبه موقعی که رفتی میوه نداره بعد همه دست باش صحبت کرد همونجا خوابش بود تو دیرمون تو مایلمون تو ایدنامون تو سرشنمینمون از این فرزندانش حالا بسیار خیلی
موضوع خیلی از عزیزانشون گذاشتن تا کنار عزیزانمون باشیم. همای مادرانشون حواسمون به مادران شهدا نیکه‌ترین شهید کربلا کی بود؟ آفرین درسته حضرت علی اکبر. برادر ایشون کی بود؟ یه داداش هم داشتن. میدونی کیه؟ برادر حضرت علی اکبر. برای جسم تو گریه کرد کربلا پیش تو گرم دل سردم
دلگیرم من به جای تو زیارت میرم یارو غیه میگم و میمیرم سوزیده سونی نمونده به جنبه نتونستیم بریم کربلا پیاده